مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. السلام علیکم تماشابینان شبکه شهنان. من امروز برنامه تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک خود برای تبریک کردن مادر مهربان، زنبانوی عزیز خاندان، آنا جان دعاگوی نبیره های شیرین، امروز البته هدایت خاله را در جشن زادروزشان تبریک میکنیم. در خانواده شهردمک مهمان میشویم. از نام 4 شاه پسر اصیل، از نام کلین پاشا تبریک میکنیم و آن لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان به هم میبینیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان شهباز، شهرام، شادروز و شهزاد جان برگزار میکنیم. مانند هر روز با ما باشید که امروز البته مانند هر روز دیگرگونی های نوگانی ها را پیشکش شما میکنیم. امروز موشک بازی میشود و سلیوت میپرانیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادرانی مهربان، مهمانان این خانواده. من امروز در این یک روز پرشکوه مادر عزیز خاندان، امروز خاله جان عزیز هدایت خاله زادروز دارند. یک تا برایشان خرسک میزنیم، تکلیف میکنیم همراهی شهردمک. مرحبا مرحبا. خاله جان عزیز زادروز مبارک. امروز روز تولد را مبارک باد میگویم. شهردمک امروز در خاندانتان بیرام بوده است. چخیلی که خاله جان عزیزی من صاحب 4 پهلوان زادروز دارند. از نام فرزندان عزیزتان، از نام شهباز، از نام شهرام، از نام شادروز، از نام البته شهزاد جان فرزند ارکه خاندان شما تبریک میکنیم. گفتم که مادر مهربان و غمخوار و عزیزی ما، چقدر که مشقت و زحمت کشیده ما را به وای رساندن، پس توی بلندی های زندگی به نگاه نکرده، از همه پیش کرده ما را به وای رساندن، پیش از همه حلال خوراندن. همراهی پدرم میخواهیم که عمری دراز بینند. پدرم کمک ما را ترساندن، ایرش تو فقط صحت سلامت گردند، هیچ وقت خستگی را نبینند. دم پیری به دولت پیری دیده گردند. دوست می‌داریم، هر دویشان را نغز می‌بینیم. ما می‌خواهیم که مانند گل شکوفان شده، دم پیری به دولت پیری دیده در سر ما سایبان شده گردند. هم خیلی خرسند هستیم، هم خیلی ما فخر می‌کنیم که این خیلی پدر، این خیلی مادر داریم. چقدر که فخر ما هستند آنها، دوست می‌داریم. و البته امروز زادروزشان است. برای مادر عزیزم که زادروز دارند برایشان رسانید که مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قدی تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شام تاریکی مرا، مهر افروزان منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. با کلام و معنوی و معرفت، پر ز عشق حق نمودی ساغرم. هر کجای مقدم تو می روم، سجده بر یک قدومت آورم. مادر مهربان زادروزتان مبارک. حاضر تا درآمد من 2 پسر گفتند که از نام منو از نام برادرانم که در مسافرت هستند تبریک کنید. هر باره که ما خردکک بودیم برای ما فقط پند و نصیحت میکردند، میخواستند که فقط با راه راست زندگی کنیم، ما از پسی نیکنامی گردیم. دمی که ما با وایرم میرسیم مادرم میگفتند که فقط ما همراهی پدرت فقط از پیش شما خوشبختی های زندگی را بینیم، هیچ وقت خستگی را نبینیم. امروز زادروزتان مبارک باشد. میرسد فورا به گوشم حرف و زبانی مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم.
روضه و ریزوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیر ما بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، کیستا گویم چی کردم من برای مادرم. امروز شهردمک روزی خورسندی است. فرزندان شکرانه میگویند برای شمایان. البته همیشه شاد باشید و سر فرزندان با سایبان شده هیچ وقت خستگی رو نبینید. برای پدرم رسانید که ای پدر جان خاکی پایت میشوم، ای پدر جان خاکی پایت میشوم، وقتی پیری من عصایت میشوم. با همه دار و نداری زندگی روی حمله کفش پایت میشوم، ای پدر جان خاکی پایت میشوم. همیشه در سر ما سایبان شده گردن، ما از هیچ کس کم نیستیم و فخر میکنیم. برای مادر عزیزم، برای پدر مهربانم در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است، فرزند جان هم تو بهر توفه برایشان آماده کردن. مرحمت پیشکش میکنیم، مهمانان قرصک میزنیم. مرحمت. مبارک باشد. زاد روز مبارک. البته برای گل ثبت خاندان، گل بوی بهشت خاندان ما گفتم، برای مادر مهربانمان همین دسته گل زیبا را تیار کرده آمدیم. مهمانا با یخت قرصک میزنیم، گل ها را میسپاریم. مبارک باشد. البته امروز روزی خورسندی است، روزی بسیار هم خاطرمان و تاریخی است. در روزی خورسندی میخواهیم شیرینی را یک جای برای ما باشد. میخواستیم یک کارت ها را تیار کنند. ما تا تیار کردن شیرینی مرحمت ما در نزد ابراز صاحب جشن ها تارت زیبا را یک جای میمونیم، شیرینی را میبریم. بعد از آن ابراز بزم زیبا را دوام میکنیم. مرحمت. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Instagram. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
البته امروز روز خورسندی را زاد روز را بار دیگر مبارکباد میگوییم. امروز روز خورسندی مبارک. در روز خورسندی خوشبختی ارزنده است سخنهای تبریکاتی را شنیدم. اما جان خاندان دور نمیرویم. مرحمت. اگر الله نزدیکتر ایستیم یک تشریک تبریک کنیم. مرحمت. مرحمت. السلام علیکم مهمان و میزبانان گرامی. من از این فرصت استفاده بکنم کلمات و شوری جان را تبریک نموده و اینها اولا صحت سلامتی عمر دراز رزق فراز همه وقت میخواهم همه زندگی هاشون هم خیلی گذرم بچه‌هاش راهی دور و سلامت بیاد خونه هاشون با کشایش کارتی شوری الهی نقش در روه صد دادر یک خوشه پیر شود الهی مثال خدا خواهد کلم بیاره روزکای نغز بینیم همه وقت هم خیلی شنه آمدگیاتون برم رحمت. سلامت باشن. رخشان خالا مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمده در درگاه خواهرک عزیزی من امروز خواهرک منم به روز تولدش الهی 120 دلاری بعد پیش شود حضور بچه‌هاش ببینن دیوارهاش ببینن همون بچه‌ها جابجا کنن حضورکاش ببینن دیگه‌هاشون خوشا پیر شوند پیری با دولت شوند و همون 120 دلارشون هم موقع اشتراک کنیم. رحمت. سلامت باشن. حاضر هدایت خونم چخیلی که 4 پسر را با وای رساندید. من یک دختر نازنین در اینجا خدمت کرده ایستادنی میخواهیم یک تعظیم تمام فرزندان کلیم توشق شرکت تبریک کنند. مرحمت. بیایید من در نزدیکی صاحبی نبیره شدن نبیره مبارک باشد. این طفلک نازنین با پای قدم بیاید و دادر و خواهرکانش زیاد شود خاندانتان باغچه بچه هوا نشود هم خیلی نبیره ها زیاد شود که نامهایشان اخاطرتان براید. مرحمت. یک تا شرکت تبریک کنیم کنیم بیت پیششان با. السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید به درگاه ایمان بیملا جان سر بدرای الهیم همه وقت سر ما بس صاف سلامت گرده شیب که نیتاتون باشه همش برسه همه نیتای نف برای شما الهیم بودگیاتون بشکر ملامت که خوشا پیر شده زوری بچه یاکات نبینه. رحمت. سلامت باشن. مهمانان عزیز در اینجا با یک تا سورپرایزی زیبا تیار کردیم ما. اگر هم مامان بمالال باشه مگر همین طرفی آسمان ما نگاه کنیم مگر امروز برای مادرشون علام ستاره ها رو به زمین تکلیف میکنن فرزندها. حاضر هم مامان تیار باشه مگر برای مادر عزیزشان البته تحفه های ارزنده و زیبنده دارد. مرحبا. شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب باز تو می‌ندیسم. مبارک باشد. برای همه است برای مهر و محبتی مادر مهربان برای مادر ارزنده ترین برای انسان خاکسارترین امروزه مبارک باشد. البته زادروز رو مبارک باد میگیم وقت رو نگفتن البته رو با رقص بازی دیم هم ما میرقصیم خورسندی میکنیم سرودهای شوق را میتیم. مرحمت. سرودهای شوق برای شمایان خورسندی میکنیم. مرحمت. شراب
تو شکایت کردم
رویای من دلبر من آب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا پسه من رویای من دلبر من آب خوشگل شبای من بله بله بخوره باشم Show
رحمت بچه‌کم شهباز شهرام شادروز و شهزاد و کلنوم نورم کتی چی نیت که واسه نیتاشون برسه بچه‌کم من خیلی سورپریز وای نکردم اجیدر نکردم این نیتکم بر رسم الهیم همون داداشم ساق باشه بود تا توی پیشایولی توی که ساق سلامت کنیم داشتم ساق سلامت نقش در من الهیم رحمت هم موشون با من بیننده های عزیز در خانواده شهردمک مهمان شده مادر عزیز و غمخوار مادر مهربان هدایت خاله را در جشن زادروزشان تبریک کردیم آن لحظه های زیبا و خرسندی و فراغتی را همراه شما عزیزان با هم دیدیم چقدر که مادر شاد شدند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است میگویند امروز خرسند شدیم خوشحال گشتیم از دیدن این خیلی لحظه ها از کار خود از تمام فعالیت خود که
خرسندی میبخشیم، نیت های نکو میکنن برای ما، از دیدن خرسند میشوند، خوشحال گشتیم، شکرانه خدا را میکنیم، شکرانه ان همین وطن و سرزمین صاحب استقلال را میکنیم که در چنین ازبکستانی عزیزمان چنین در و دروازه ها بهر ما جوانان گشاده است. همیشه در کدام جانب دنیا که باشید خود را احتیاط کنید و البته در پناه خدا باشید. با ما باشید. با شبکه شهنام صحتمند و سربلند باشند. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم، سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم، کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی، تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی، زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی یا نه؟
غم امیدم حیاتم تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم